سلام. خستم اصلا. میخوام یکم با هم صحبت کنیم، اگه کسی دوست داشته باشه با هم دیگه یه خورده درد دل کنیم و حرف بزنیم. 11 سال از شروع کارم و چالشام گذشته، ولی هنوز اون نتیجه دلخوامو نگرفتم. هنوز خیلی فاصله دارم با اون نتیجه‌ای که دوست دارم و دلم میخواد. نتیجه گرفتم ولی اون سقف و اون هدف نیست. خیلی فاصله دارم باش. همین موضوع هم باعث میشه که خسته بشم، ناامید بشم، باعث میشه که درمانده بشم، عصبی بشم، احساس ناامیدی، احساس ضعف، احساس ناتوانی، احساس خشم اینا بیاد سراغم، باید انرژی برم نمونه. در طول روز اتفاقات قشنگ خیلی برام میفته، خیلی از کارها رو انجام بدم، حالا بزرگ نیست، کوچیکه، در حد توانم، ولی خب وزنه مثبته. ولی بازم افکارم رهام نمیکنه، ذهنم دوست داره منو کوچیک بشماره و کوچیکترین چالش و کوچیکترین اتفاقی که به طبق شرایط من اونجوری که من دوست دارم نمیگذره، دیگه نمیتونم قدم بردارم. ایده میاد، راهکار میاد، خلاقیت هم میاد، ولی نمیتونم اعتماد کنم، نمیتونم ایمانم رو نشون بدم، نمیتونم قدم بردارم. خیلی اذیتم میکنه. خیلی نوسان احساسات دارم. دمدمی مزاج شدم اصلا میگم کسی راهکاری، پیشنهادی، چیزی داره با هم جلو بریم، حرکت کنیم. کسی اصلا مثل من هست که این احساسات رو داشته باشه، یه تایم خیلی زیادی تو زندگیش هدفاشو گذاشته باشه و هنوز به اون چیز دلخواهش نرسیده باشه، یا خیلی افکارش پریشان باشه و اذیتش کنه؟